عشق چیه و شبیه چیه؟ بفرمایید. به نظر من عشق جنگیدن خانم. عشق جنگیدن نیست، دوست داشتن خانم. یعنی اینقدر دوستش داشته باشی که بدون ترس از دست دادنش اونو آزاد بذاری. اینقدر دوستش داشته باشی که وقتی ببینی با تو خوشبخت نیست از خوشبختیش با دیگران خوشحال بشی. مگه عشق همیشه بین دو نفر اتفاق میفته؟ به نظرم یه طرف هم میتونه باشه. حتی ممکنه که کسی که عاشقش هستیم متوجه حسی که بهش داریم نباشه. یا شاید متوجهه ولی از آزار دیدن میترسه. آزار دیدن نه، شاید از آزار دادن. عشق یعنی هرگز تسلیم نشیم خانم. به هر قیمتی باشه تا آخرش بریم، حتی اگه آخر راه پرتمن باشه بدون تردید تو اون راه قدم برداریم. لازم باشه حتی گذشتن از زندگی